forced insertion of intrauterine contraceptive devices. We are talking threats of internment for those who violate birth control policies. 17 فوریه سال 2020 گزارشی فاند جیمز تاون نشر شد که در آن دکتر ادریان زنز تحلیل مفصل جنبه دیگر سیاست دولت چین را در شینجان پیشنهاد کرده است. چاره‌ها آید به طور مجبوری پس کردن سطح تولد در بین جامعه‌های مسلمانان اتنیکی از جمله استفاده وسیع نظارت حتمی تولد و تمیزگونی. این سیاستی که حزب کمونیستی چین تطبیق می‌کند با کاهش نمودن شماره اویغورها در شینجان نسبت به اهالی قومی خانها نگرانیده شده است و به این وسیله به اویغورها امکان می‌دهد که به نژاد ملت چین زودتر همراه شوند، گفته شده است در گزارش. در اساس آموزش موادهای اصلی به زبان چینی، دکتر زنز دلیل‌های اعتماد بخش می‌آورد که دستگاه حزب کمونیستی چین در شینجان با گنوسید مسلمانان قومی مشغول می‌باشد. خبرنگاران اسوسییشن پرس مستقلانه معلومات و بازیافت‌های کار زنز را تفتیش کرده با مردم منطقه‌های شمال و غربی چین مصاحبه نمودند. آنها اساساً خلاصه‌های کارشناس را در تفتیشات تصدیق می‌کنند. مسئولان وزارت کارهای خارجی چین گزارش زیتس را و آموزش اسوسییشن پرس را ساخته خواندند. اینچنین روز دوشنبه 29 ایون سردار دپارتمنت دولتی ایمئه در این باره اظهارات داد. امروز جهان گزارش‌های اضطراب‌آمیز را شنید که حزب کمونیستی چین تمیزگونی مجبوری، اسقاط حمل مجبوری و نظارت تولد بر ضد اویغورها و دیگر اقلیت‌های شینجان را در زمینه معرکه ادامه تعقیب‌کنی را استفاده می‌برد. ابراز نمود مایک پومپئو. ما از حزب کمونیستی چین دعوت می‌کنیم که به این عملیه مدهش خود فوراً خاتمه بخشد و همه کشورها را دعوت می‌کنیم که برای خاتمه دادن به این تحقیرهای غیر انسانی با ایالات متحده آمریکا همراه شوند. ابراز نمود کاتب مطبوعاتی ایمئه. مورد ذکر است که حکومت چین طول چندین سال سیاست اسیمیلیاسیون مجبوری اویغورها و دیگر مسلمانان قومی را پیش میبرد و در سال 2016 تمام جهان از موجودیت لگرهای به نام از نو تربیت کننده واقف گردیدند که طبق معلومات سرچشمه‌های مختلف در آنجا زیاده از 1 میلیون مسلمان نگاه داشته می‌شوند و تمام جهان از جمله حاکمان کشورهای مسلمانی این حقیقت را دیده و دانسته انکار می‌کنند. در بعضی نقطه‌ها حکومت چین برای اصولهای غیر انسانی خود تنقید کرده شده است، نه بیشتر از آن. سیاست شناسان بر آن عقیده‌اند که نباید حمله‌های کنونی حکومت ایمئه علیه چین را در این مورد نادیده گرفت، زیرا آنها به وضع کنونی سیاسی مناسبت‌های ایمئه و چین مربوطند. یعنی اظهارات ایمئه به هیچ وجه به همدردی صمیمی با سرنوشت اویغورها و دیگر خلق‌های مسلمان وابسته نیست، زیرا ایمئه طول سال‌های دراز نه تنها شاهد بلکه اشتراکچی فعال و بعضاً حتی سرپرست غیرکنندگان مسلمانان در افغانستان، عراق، جزایر، سوریه، یمن و کشورهای افریقا و غیره میباشد. تصدیق کننده عقیده مذکور اظهارات حیرت انگیز سابق مشاور دونالد ترامپ جان بولتون در کتاب خود خانه‌ای که آنجا رخ داده است نشر شده می باشد. اطلاع می دهد شبکه تلویزیونی CNN. بولتون قضیه را هنگام واقعی در مجلس G20 در شهر اوساکا ماه ایون سال 2019 وقتی تنها راهبران کشورها و ترجمانها حضور داشتند توصیف می کند. سپس طوری که سابق مشاور ترامپ می نویسد وقتی کاتب گنرالی حزب کمونیستی چین سی جین پینگ درباره مقصد بنیادی چنین لگرهای کنسنتراسیونی در شینجان به ترامپ نقل کرد، ترامپ به سی جین پینگ معلوم کرد که کاری کرده ایستاده او کاملا درست است و به او جسارت بخشید که کارش را ادامه دهد. با گفته بولتون، کارمند شورای امنیت ملی در آسیا متیو پاتینگر با وی گفت که ترامپ هنگام سفر خود به چین در ماه نوامبر سال 2017 نیز چنین اظهارات همانند را کرده است. بولتون اینچنین قید کرد که ترامپ از پاسخ دادن به چنین اقدام‌های چین با تحریمات‌ها خودداری نمود، با استناد به آن که مذاکرات تجاری میان کشورها ادامه دارد. The president wouldn't know a lot of things I try and explain in the book. I'm sure is mystifying to many people.